بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت دانشجویان عزیز. یکی از مباحثی که میخواستیم در موردش صحبت کنیم، یک مقدار میخواستیم در مورد پلازمیدهای باکتری ها صحبت کنیم. یکی از اجزای ژنتیکی مهم در بسیاری از باکتری ها جزئی هست که حالا ما به عنوان یک جزء خارج کروموزومی میشناسیم اون رو و به اون پلازمید میگیم که حالا ویژگی های کلیش رو میدونید و حالا یه مقدار میخوایم یک کلیتی در مورد پلازمیدها و انواع پلازمیدها با هم دیگه صحبت کنیم که فقط در حد کلیات هست و مطالب جزئی تر توی کتاب ها و مقالات میتونید در واقع بهش دسترسی داشته باشید. همینطور که مستحضر هستید، پلازمیدها دی ان های عمدتاً دو رشته‌ای خارج کروموزومی هستند و همانندسازی مستقل دارن که میتونن در زمان تقسیم هم در واقع به سلول‌های دختری منتقل بشن. بعضی از انواع پلازمید قابلیت این رو دارن که وارد کروموزوم باشن که حالا در گذشته به اینها حالت اپیزوم میگفتن، عوامل اپیزومال میگفتن و حالا بیشتر به عنوان اینتگریتیو، پلازمیدهای اینتگریتیو به اینها گفته میشه که حالا هر دو اصطلاح هم همچنان درست هستش. و ویژگی مهم پلازمیدها همینجور که میدونید اینه که اولا که از نظر اندازه از کروموزوم بسیار کوچکتر هستن و همچنین حضورشون برای بقای باکتری ضروری نیست، اگرچه یک مزیت بزرگ به حساب میاد وجود یک پلازمید در یک باکتری. و شما اگر با هر روشی، حالا یا به صورت خود به خودی یا تو آزمایشگاه، این پلازمید باکتری ها رو ازشون جدا کنید، اینها معمولا از بین نمیرن و به بقای خودشون ادامه میدن، اگرچه داشتن اون پلازمید قطعا براشون بهتر بود. از نظر اندازه تنوع زیادی در بین پلازمیدها وجود داره و برای مثال یک از کوچکترین پلازمیدهایی که تا به حال شناسایی شده کمتر از 1000 بیس پیره و تنها یک ژن داره، اگرچه پلازمیدهایی هم پیدا شدن که بسیار بزرگتر هستن، اندازهشون در حد مگاباز هست و ممکنه تا 500 تا ژن رو هم با خودشون حمل کنن. و بزرگترین پلازمیدی که حالا تا به حال شناسایی شده حدود 1500 یا 1600 در واقع ژن رو حمل میکنه که خب میزان بسیار قابل توجهی هستش برای یک باکتری. و عمده پلازمیدها همجور که میدونید حالت حلقوی دارن و حالت سوپرکویل دارن، اگرچه بعضی از پلازمیدها در بعضی از باکتری ها، مثلا در بورلیا، ما پلازمیدهایی رو داریم که لینیر هستن و حالت خطی دارن. و بورلیا برگدوفری حداقل 17 تا پلازمید درش شناسایی شده که دو نوع از اینها حلقوی هستن و تعداد دیگه از اینها حالت لینیر دارن. و نکته دیگه اینه که بعضی از سلول ها ممکنه که حاوی چندین نوع پلازمید باشن که به صورت همزمان در یک سلول مستقر باشن. و بحث دیگه در مورد پلازمیدها بحث کپی نامبر هست و با توجه به اون مکانیزم های رپلیکیشنشون و بقاشون در سلول، بعضی از پلازمیدها ممکنه تعداد متعددی در یک سلول بقا پیدا کنن یا اصطلاحاً ما میگیم های کپی نامبر باشن. ممکنه تا حدود 40 تا پلازمید از یک نوع در یک سلول وجود داشته باشه و پلازمیدهای بزرگ معمولا تعدادشون کمتره در سلول، ممکنه یک یا دو تا به ازای هر سلول وجود داشته باشن. بله. خیلی از پلازمیدها قابلیت این رو دارن که به سلول‌های دیگه انتقال پیدا کنن، ولی همیشه این انتقال به صورت خود به خودی و مستقل صورت نمیگیره. خیلی وقتا به واسطه پلازمیدهای دیگه، حالا در جلوتر بحث خواهیم کرد، اینها میتونن منتقل بشن به سلول‌های دیگه. بله. و همچنین پلازمیدها در زمانی که خب همانندسازیشون به صورت مستقل انجام میشه، مکانیزم هایی دارن که اینها رو تقسیم میکنه بین در واقع سلول های تقسیم شده و
بعضی از پلازمیت ها مکانیزم هایی دارن که مطمئن میشن که در واقع این پلازمیت در زمان تقسیم به سلول های دختری هم منتقل شده. و بسیاری از پلازمیت ها عقیده بر اینه که اینها شناور نیستن در داخل سلول و خیلی از اینها ممبران باند هستن، یعنی اتصالاتی با غشای سیتوپلاسمی دارن. و بعضی وقتا ما میگیم که یک پلازمید از بین میره و در واقع گاهی وقتها هم در زمان تقسیم حالا یا اتفاقات دیگه‌ای که میفته ممکنه که یک پلازمید حفظ نشه در سلول، ممکنه که از بین بره و حالا به صورت آزمایشگاهی هم میشه این کار رو انجام داد. حالا هم به صورت خود به خودی میتونه یک پلازمید از بین بره و هم در آزمایشگاه در تحت شرایط خاصی میشه این اتفاق بیفته. ممکنه در ساب کالچر هایی که داده میشه پلازمید از دست بره، ممکنه در زمان انریچمنت پلازمید از دست بره. بعضی وقتا با بالا بردن دما، یعنی دمای کش رو شما بالا ببرید و ساب کالچر بدید، میتونید در واقع پلازمید ها رو از بین ببرید و در حالت دیگه تو آزمایشگاه تحت اثر مواد شیمیایی مثل ترکیبات آکریدینی، اتیدیوم بروماید، SDS، بعضی از آنتیبیوتیک ها و غیره میشه پلازمید ها رو حذف کرد از سلول. این پدیده رو اصطلاحاً بهش میگن کیورینگ. کیورینگ یعنی اینکه پروسه‌ای که در اون ما پلازمید ها رو از بین میبریم در یک سلول. نکته دیگه در زمانی که ما در مورد پلازمید ها داریم صحبت میکنیم بحث کامپتیبیلیتی هستش. کامپتیبیلیتی یعنی اینکه توانایی پلازمید های مختلف برای بقا در داخل یک سلول و این کامپتیبیلیتی یعنی اینکه دو تا پلازمید مختلف به خاطر حالا شرایط ویژگی هایی که دارن تمایل ندارن که به صورت همزمان در یک سلول حضور داشته باشن. برای مثال، برای اینکه حالا این رو بیشتر درک کنیم، حالا پروسه های مختلفی در کامپتیبیلیتی دخالت دارن، ولی برای مثال یکی از ساده ترین مثال هاش اینه که اگر سیستم رپلیکیشن و پارتیشنینگ، یعنی اون تقسیم پلازمید بین سلول ها در زمان تقسیم یکسان باشه، یک رقابتی بین پلازمید های مختلف صورت میگیره و بنابراین اون پلازمید هایی که به صورت افیشنت تر، به صورت بهتری میتونن از این سیستم ها استفاده کنن، در یک رقابت پیروز میشن و بنابراین یکی از این پلازمید ها احتمالاً مغلوب میشه و در اون سلول بقا پیدا نمیکنه و این حالا یکی از اساس های این کامپتیبیلیتی پلازمید ها برای بقا در سلول ها هستش. یک مروری داشته باشیم کوتاه بر روی انواع پلازمید. پلازمید هایی که در واقع به صورت طبیعی هستن یا وایلد پلازمید یا نچرالی اکرینگ پلازمید ها، اینها به صورت طبیعی در باکتری ها وجود دارن، یعنی باکتری های وایلد تایپی که شما از بیمار رو از طبیعت میگیرین، اینها حاوی تعدادی پلازمید هستن معمولا. و پلازمید های دیگه پلازمید های دستساز هستن که ما به اینها میگیم پلازمید های ریکامبیننت و اینها رو ما عمدتاً در کلونینگ، در مطالعات ژنتیک از اینها استفاده میکنیم. اینها نقشه ژنتیکیشون باید مشخص باشه تا در واقع بشه روی اونها کارهای مختلف انجام داد، بشه ژن وارد کرد، بشه برید اونها رو و کارهای مختلفی که در ریکامبیننت دی ان ای ما انجام میدیم. بعضی از پلازمیدهایی هستن که اصطلاحاً به اینها میگیم کریپتیک. خیلی عملکرد خاصی برای اینها ما شناسایی نکردیم. پلازمیدهای کوچیکی هستن که خیلی قابلیت عملکردی ندارن. به نظر میرسه که اینها بقایای پلازمیدهایی هستن که طی پروسه های اینکامپتیبیلیتی قسمت عمدهشون شاید از بین رفته و بقایاشون باقی مونده. پلازمیدهای اینتگریتیو پلازمیدهایی هستن که میتونن وارد کروموزوم بشن، یعنی حالت اپیزومال دارن و اینها بسیار در تبادلات ژنتیک نقش مهمی دارن. تو بعضی از باکتری ها مثل باکتریویدس یونیفورمیس پلازمیدها ممکنه از
کروموزوم جدا بشن و بعد حالت موبایل پیدا کنن و بتونن در اثر کانجوگیشن منتقل بشن، که این خب یک مثال بسیار خاص و جالبی هستش از تنوعی که در پلازمیدها وجود داره. پلازمیدهای متابولیک، اینها عوامل یعنی ژن‌های متابولیزه کننده رو میتونن کد کنن، یعنی ژن‌هایی که با متابولیسم سلول در ارتباط هستند و به همین خاطر به اینها ما میگیم پلازمیدهای متابولیک. پلازمیدهای حدت یا ویرولنس که جزو مهمترین پلازمیدها هستند و بسیاری از عوامل حدتی که ما در باکتری ها میشناسیم اینها منشأ پلازمیدی دارند، یعنی اینکه خیلی از عوامل حدت توسط پلازمیدها کد میشن و اگر این پلازمیدها از بین برن در این باکتری های بیماریزا، در واقع بیماریزاییشون هم از بین میره، چون بسیاری از توکسین ها و مکانیزم های حدت در برخی از پلازمیدها که پلازمیدهای حدت به اونها میگیم کد میشن. پلازمیدهای کانجوگیتیو پلازمیدهایی هستند که قابلیت جابجایی دارن، یعنی اینکه کانجوگیشن رو میتونن به کفایت انجام بدن و میتونن در اثر کانجوگیشن اینها انتقال پیدا کنن به سلول های در واقع که فاقد این پلازمیدها هستن، سلول های F منفی اصطلاحاً، و اینها رو بهشون میگیم در واقع پلازمیدهای کانجوگیتیو. اینها واجد معمولاً کد کننده پلی های جنسی هستند که در پلازمید این باکتری های در واقع F مثبت معمولا یک اپرونی وجود داره که اپرون ترابش میگن که ژن هایی که برای جابجایی این پلازمیدها لازم هست توسط این اپرون کد میشه. بله، غیر از پلازمیدهای کانجوگیتیو خیلی از پلازمیدها موبیلیزیبل هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه به واسطه همون پلازمیدهای کانجوگیتیو میتونن منتقل بشن به سلول‌های دیگه، اگرچه خودشون ممکنه که اون امکانات لازم رو برای جابجایی نداشته باشن، ولی میتونن از کمک پلازمیدهای دیگه استفاده کنن. پلازمیدهای مقاومت عمدتاً پلازمیدهای کانجوگیتیو بزرگی هستن که عوامل ژنتیکی مقاومت به آنتیبیوتیک ها رو کد میکنن و حالا میتونن هم به صورت کانجوگیتیو باشن و هم موبیلیزیبل باشن، یعنی اینکه توسط پلازمیدهای دیگه منتقل بشن. بعضی از پلازمیدهای کلیسین هستن. کلیسین ها ترکیباتی هستن که باز باکتری ها برای حفظ رقابت خودشون ترشح میکنن که خیلی از باکتری های مشابه رو میاد از بین میبره. در واقع اینها پلازمیدهایی هستن که باکتریوسین تولید میکنن. و پلازمیدهای فرتیلیتی که مهمترین دسته پلازمیدهای کانجوگیتیو هستن که کاملا عواملی رو که برای انتقال پلازمید نیاز هست اینها در خودشون داره. در مورد دسته‌بندی پلازمیدها در سال 1971 برخی از محققین یه چیزی که متوجه شدن این بود که بعضی از انواع پلازمید میتونن کامپتیبل باشن در یک سلول با هم دیگه بقا پیدا کنن و بسیاری از پلازمیدها اینکامپتیبل هستن. این محققین اومدن در واقع از این نظر پلازمیدها رو دسته‌بندی کردن و اصطلاحاً پلازمیدها رو به گروه‌های اینکامپتیبیلیتی که با اینک ما اونها رو نشون میدیم دسته‌بندی کردن. مهمترین گروه‌های اینکامپتیبیلیتی که در ابتدا شناسایی شد گروه‌های اینک آی، اینک ان، اینک اف و اینک پی بودن. در حال حاضر حداقل 26 تا یا حدود 30 تا گروه اینکامپتیبیلیتی یا اینک در باکتری‌های خانواده انتروباکتریاسه شناسایی شده که هر کدوم از این گروه‌ها وریانت‌های مختلفی هم داخل خودشون داره که حالا در این اسلاید هم برخی از انواع این واریانت‌ها رو می‌بینید. بنابراین برای این سیستم دسته‌بندی ما از واژه اینک که از اینکامپتیبیلیتی میاد یا رپ که در واقع از رپلیکون تایپینگ میاد
به صورت اینترچنجبل استفاده میکنیم. هر دو اینها در واقع یک نوع سیستم دسته‌بندی پلازمیدها هستند. در ابتدا این سیستم های اینکامپتیبیلیتی، گروه های اینکامپتیبیلیتی یا گروه های اینک با ساتن بلات تعیین می شدن که بسیار کار مشکل و پرهزینه ای بود. از سال 2005 کاراتولی و همکارانشون در ایتالیا یک در واقع سیستم PCR بیستی رو طراحی کردن برای رپلیکون تایپینگ، همون اینک یا رپ تایپینگ، که اصطلاحاً به این PBRT به این سیستم گفته میشه یا PCR Based Replicon Typing، که در واقع این کار رو ما هم در دانشکده انجام میدیم و 18 تا پرایمر داره، 18 جفت پرایمر داره که بر اساس این PCR ها شما میتونید گروه های اینکامپتیبیلیتی رو مشخص کنید و میدونید که ارتباط بین گروه های اینکامپتیبیلیتی و همچنین عوامل دیگه مثل حدت یا حالا مقاومت میتونه خیلی ارزشمند باشه. البته این روش در سال 2008 اگر اشتباه نکنم توسط جانسون و خانم نولان در امریکا یک مقدار آپدیت شد، ولی هنوز از هر دو تا روش توی مطالعات استفاده میشه. مطالعه‌ای که جدیدتر صورت گرفته در واقع دسته‌بندی پلازمیدها بر اساس در واقع ژن ریلکسیز هست، حوالی ژن ریلکسیز هست به عنوان یک روش تایپینگ پلازمیدی. این روش در واقع راحت‌تر هست و مزایایی داره نسبت به اون روش قبلی، روش کلاسیک رپلیکون تایپینگ. البته من خودم هنوز مقاله اصل این رو ندیدم. دوستان اگر این مقاله رو تونستن پیدا کنن حتما توی گروه بفرستن که استفاده کنیم. و خوبی این روش اینه که به ازای هر پلازمید فقط یک ریلکسیز وجود داره، ولی گاهن بعضی از پلازمیدها هستن که رپلیکون تایپ های مختلفی دارن، یعنی چند تا رپلیکون تایپ رو با هم ممکنه یک پلازمید داشته باشه. خب بحث دیگه بحث همانندسازی پلازمیدها هست و گفتیم که قسمتی از ژنوم یا در واقع توالی هایی که دی ان ای هایی که به صورت مستقل بتونن اینها همانندسازی داشته باشن، حالا کروموزوم یا پلازمید، ما به عنوان یک رپلیکون اینها رو میشناسیم. پلازمیدها هم اساساً یک رپلیکون هستن به صورت ذاتی، یعنی همانندسازیشون مستقل از کروموزوم هستش. و برای همانندسازی خب اینا در واقع به اوریجین آف رپلیکیشن نیاز دارن که حالا ممکنه با اوری وی این رو نشون بدیم. و حالا البته پلازمیدهایی گفته میشه که هستن که بیش از یک اوریجین آف رپلیکیشن هم دارن، به خاطر اینکه تبادلات ژنتیکی انقدر زیاده توی پلازمیدها ممکنه که اینها حتی با همدیگه میکس بشن و چندین اوریجین آف رپلیکیشن داشته باشن. و فاکتور بعدی که در واقع مهم هستش پروتئین هایی هست که توسط اپرون ترا کد میشن. و گفتیم که سیستم هایی در بسیاری از سلول ها وجود داره که مطمئن میشه که پلازمید ها به درستی به سلول های دختری منتقل بشن. حداقل دو نوع رپلیکیشن در رپلیکیشن پلازمیدی در باکتری ها شناسایی شده. یکی رو بهش میگن تتا رپلیکیشن که حالا تو باکتری ها یک گرم منفی بیشتر دیده میشه، و سیستم بعدی سیستم رولینگ سیرکل هست که خب این بیشتر شناخته شده هستش در بسیاری از باکتری ها و همچنین باکتری های گرم مثبت. این سیستم رولینگ سیرکل کاملا شناخته شده هستش. بله، برای اینکه این رپلیکیشن به درستی انجام بشه گفتیم به اوریجین آف رپلیکیشن نیاز داریم ما و عوامل ترانس. عوامل ترانس گفتیم پروتئین هایی هستن که با کمک توالی هایی که حالا در ژنوم یا پلازمید یا هر چیز دیگه ای هستش اینها کمک میکنن که پروسه انجام بشه، که به اینها میگیم رپلیکیتور یا ترانس اکتینگ رپلیکیتور یا پروتئین های رپ. پس ما به اوریجین آف رپلیکیشن اوری نیاز داریم و همچنین رپلیکاتورها که پروتئین های رپ هستن.
گفتیم که ممکنه که پلازمیدها یک یا چند اوریجین آف رپلیکیشن داشته باشن و داشتن چند سیستم رپلیکیشن همچنین کمک میکنه که پلازمیدها هاست رنج وسیعی داشته باشن. یعنی اگر یک پلازمید بیش از یک اوریجین آف رپلیکیشن داشته باشه، احتمالاً در بیش از یک میزبان، یعنی در یک باکتری، میتونه بقا پیدا کنه. و بعدش اینه که این پلازمیدها معمولاً اندازه خیلی بزرگی دارن، پلازمیدهایی که این ویژگی رو دارن. پروتئین های رپ که عوامل ترانس اکتین هستن یا همون رپلیکاتورها، به توالی های خاصی به اسم آیترون ها متصل میشن، با اینها واکنش نشون میدن که اینها در واقع معمولا در اوریجین آف رپلیکیشن قرار دارن این توالی ها. بله، و بحث بعدی در مورد پلازمیدها که بسیار حائز اهمیت هست، بحث همون کانجوگیشن، جفت شدن یا همیوغی هست. اولین بار لدربرگ و تاتوم در فرانسه در 1953 از واژه جنسیت برای باکتری ها استفاده کردند و باکتری ها رو از نظر جنسیت اومدن دسته‌بندی کردن به باکتری های میل و فیمیل، که اساس این دسته‌بندی هم همون وجود پلازمیدهای F یا فرتیلیتی هست که در باکتری های میل وجود داره که به اینها F مثبت میگیم و باکتری های فیمیل که F منفی هستن واجد این پلازمید نیستن. و در کانجوگیشن در اثر اتصال سلول به سلول، پلازمیدها میتونن منتقل بشن به سلول پذیرنده و نکته مهم اینه که جنسیت یک پدیده واگیره، یعنی اینکه باکتری F مثبت خودش F مثبت یا میل باقی میمونه و باکتری F منفی تبدیل میشه به F مثبت. و یک مکانیزم بسیار مهم برای انتقال افقی ژن‌ها در باکتری ها هست کانجوگیشن. و حالا این به صورت طبیعی در خیلی از باکتری ها رخ میده. کانجوگیشن به صورت طبیعی میتونه در باکتری ها اتفاق بیفته و هم میتونه داخل گونه ای باشه و هم بین گونه ای باشه. و همچنین پلازمیدها از این جهت مهمن که محمل یا جایگاه بسیاری از عوامل ژنتیکی متحرک مثل ترانسپوزون ها یا اینتگرون ها هستند و از این جهت باز این وجود این عوامل به پلازمیدها خیلی تنوع بیشتری میده و به خصوص در بحث مقاومت این عوامل نقش بسیار مهمی دارن. بله. خب مطلب بعدی رو هم که خدمتتون عرض کردم تو این اسلاید و گفتیم که این جنسیت وابسته هست به پلازمیدهای F یا فرتیلیتی که عمدتاً 100 کیلو بیس پیر هستن حدوداً از نظر اندازه و حدوداً 100 تا ژن رو اینها در خودشون جای میدن. نکته مهم اینه که تحقیقات جدیدتر نشون میده که کانجوگیشن یه نوعی تغییر یافته از در واقع سیستم ترشحی تیپ 4 هستش و شباهت‌های زیادی داره با این نوع سیستم ترشحی که حالا خدمت شما عرض میکنم. برای اینکه کانجوگیشن انجام بشه یک قسمت خاصی در اون پلازمید F به نام اوریتی اوریجین آف ترانسفر نیازه و ژن‌هایی که ژن‌های موبیلیتی یا تحرک به اونها میگیم. و ژن‌های موبیلیتی مجموعه پروتئین‌هایی هستن که خیلی هاشون در اپرون ترا یا ترانسفر در واقع قرار دارن و اینها ضروری هستن برای انتقال و موبیلیزیشن در واقع این پلازمیدها. و ژن‌های موبیلیتی همچنین کد میکنن پروتئین هایی رو که اصطلاحاً به اینها میگه میتینگ پور فورمیشن یا پروتئین های MPF که اینها در واقع یک کانال هایی رو میسازن که از طریق اون این ترانسفر انجام میشه. و بله، پلازمیدهای کانجوگیتیو خودشون در واقع مجموعه MPF خودشون رو دارن، ولی پلازمیدهای موبیلیزیبل ممکنه از MPF
پلازمیدهای دیگه استفاده کنن. پلازمیدهای کانجوگیتیو گفتیم پیلی جنسی یا سکس پلای رو کد میکنن و اوپرونترا همچنین کد کننده پیلی جنسی هست که این پیلی جنسی در درجه اول اتصال سلول ها رو به خصوص سلول های F مثبت و F منفی رو به هم دیگه تسهیل میکنه و این اتصال آغاز کانجوگیشن یا همیوغی هستش. در ابتدا چیزی که بیشتر فرض میشد این بود که انتقال از داخل خود این پیلی های جنسی اتفاق میفته، ولی تئوری های جدیدتر بیشتر بر این مبناست که این پیلی های جنسی اتصال اولیه رو ایجاد میکنن، بعد ریترکت میشن یعنی کوتاه میشن تا تماس سلول به سلول شکل بگیره و بعد از طریق اون کانال هایی که ایجاد شده بین دو تا سلول اون پلازمید بتونه منتقل بشه. بله، برای اینکه حالا این انتقال صورت بگیره یکی از فراورده های اوپرونترا ریلکسیز هست که باید تولید بشه، در این پروسه تولید میشه و اینها به اوریجین آف ترانسفر متصل میشن و اوریجین آف ترانسفر اوریتی بریده میشه و ریلکسیز در واقع بهش متصل میشه و این مجموعه ریلکسوزوم رو میسازه و اینها به یک سیستمی رو تشکیل میدن که از طریق اون کانال هایی که در محل اتصال دو تا باکتری ایجاد شده میتونن اون دی ان ای تک رشته‌ای رو منتقل کنن به سلول پذیرنده. بله، این میتینگ چنل در واقع گفتیم که یک در واقع کانال ترشحی هست مشابه کانال ترشحی نوع 4 و این مجموعه ریلکسوزوم و این میتینگ چنل ها با همدیگه همکاری میکنن و اون پلازمیدی که بریده شده از ناحیه‌ای که حالا توالی نیک هم بهش میگن که در همون اوریتی وجود داره، این مجموعه کمک میکنن که اون دی ان ای تک رشته‌ای رو که بریده شده رو از طریق این پمپ ها یا میتینگ چنل ها منتقل کنن به سلول پذیرنده، یعنی یه دی ان ای تک رشته‌ای منتقل میشه به سلول رسیپینت یا پذیرنده و بعد از طریق سیستم رولینگ سیرکل دی ان ای تک رشته‌ای در اون اول حلقوی میشه و بعد به صورت دو رشته‌ای در میاد توسط همانندسازی از طریق رولینگ سیرکل مکانیزم. بله، پلازمیدهای کانجوگیتیو که قابل انتقال هستن گفتیم ممکنه که طیف میزبانی محدود یا وسیعی داشته باشن و که حالا بسته به نوع پلازمید داره. اونهایی که طیف میزبانی وسیعی دارن میتونن به در واقع جنس های مختلف حتی منتقل بشن که خب این خیلی از نظر انتقال افقی ژن ها اهمیت زیادی داره. خیلی از مقاومت های آنتی بیوتیکی ممکنه از طریق انتقال های در واقع بین جنس ها و گونه های مختلف اینها گسترش پیدا کنن. بسیاری از پلازمیدهایی که تو باکتری های گرم منفی روده‌ای داریم در واقع خیلی هاست لیمیتیشن ندارن و تمام خانواده انتروباکتریاسه اینها میتونن منتقل بشن. یکی از تکنیک های آزمایشگاهی که در موردش با هم دیگه صحبت کردیم قبلا پلازمید پروفایلینگ هست. خب پلازمیدها به دلیل حالا ویژگی های خاصی که دارن و در موردش حالا اشاره کردیم، شناسایی پلازمیدها اهمیت زیادی داره چون با حدت، با مقاومت و عوامل دیگه اینها مرتبط هستن و بنابراین یکی از روش‌های ابتدایی تایپینگ پلازمید پروفایلینگ هست که حالا با روش‌های مختلفی میتونه انجام بشه و بهترین کار اینه که پلازمیدها به صورت اختصاصی جدا بشن، از در واقع ژنوم جدا بشن توسط پروسه هایی که وجود داره برای این نوع استخراج پلازمید و بعد مورد بررسی قرار بگیرن. چون گفتیم کانفورمیشن های مختلفی ممکنه داشته باشه، یک پلازمید رو ممکنه ما به صورت باندهای متفاوتی ببینیم توی ژل و گفتیم بهترین کار برای اینکه این مانع برطرف بشه اینه که بیایم توسط یک رستریکشن انزایم پلازمیدمون رو ببریم و بعد الکتروفورز کنیم. بله.
یکی از کارهای دیگه جالبی که روی پلازمیدها میشه انجام داد در واقع میتینگ اکسپریمنت هست. خیلی وقتا برای اینکه اگر یه پلازمیدی ما داریم که میدونیم مقاومت‌های زیادی رو داره منتقل میکنه، میخوایم ببینیم آیا این کانجوگیتیو هست یا نه، یعنی قابلیت انتقالش به سلول‌های دیگه چقدره. میتونیم یک سلول رسیپینت یا پذیرنده خاص استفاده کنیم، مثلا ایکولای J53 که به سدیم آزاید این مقاومه و به بسیار از آنتیبیوتیک ها این سویه حساس هستش. اینها رو با هم دیگه مجاور میکنیم تا در واقع اون کانجوگیشن بین اون سویه وایلد تایپی که ما خودمون پیدا کردیم و اون سویه آزمایشگاهی J53 اتصال کافی بین اینا اجازه میدیم شکل بگیره و یک ترانس کانجوگیت ایجاد بشه و بعد میایم از محیط کشتی استفاده میکنیم که هم حاوی آنتیبیوتیک هست و هم حاوی در واقع سدیم آزاید هست که در این نوع محیط کشت فقط ترانس کانجوگنت ها اصطلاحاً میتونن زنده بمونن، یعنی اونایی که هم اون به سدیم آزاید مقاوم هستن که ویژگی اون باکتری پذیرنده‌مون هست و اگر حالا اون پلازمید مقاومت رو هم دریافت کرده باشن نسبت به آنتیبیوتیک هم مقاوم میشن و اینجوری میشه در واقع تو آزمایشگاه بررسی کرد که ببینیم حالا اگر ما پلازمید مهمی پیدا کردیم که حاوی ژن مقاومت هست، خیلی راحت میشه با این تست میتینگ میشه بررسی کنیم که ببینیم حالا بدون اینکه حتی ژن‌هاش رو بررسی کنیم ببینیم که چقدر این قابلیت انتقال به باکتری های دیگر رو داره. خب این دوستان این خلاصه ای بود از بحثی که در مورد پلازمیدها میخواستیم خدمت شما بگیم. فکر میکنم با کلیت بحث پلازمیدها آشنا شدید و میتونید مطالب تکمیلی رو از کتاب ها و حالا مقالاتی که در این زمینه وجود داره مطالعه کنید. حالا من فایل های تکمیلی رو هم انشالله در مورد روش های استخراج پلازمید و اینها برای شما در سایت ویو قرار میدم. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار شما.